سلام بچه‌ها، به قسمت 11 آموزش بلندر خوش اومدین. تو این قسمت قراره که آموزش سریع در رابطه با بلندر داشته باشیم و ساخت تاس خیلی ساده و قسمت شیدینگش رو به خودتون میسپارم که هر ایده‌ای داشتین روش پیاده کنید. برای درست کردن تاس من روی کار کلیک میکنم، میرم به حالت ادیت مود و بعد کلیک راست میکنم و ساب دیواید رو میزنم و تعداد نامبرافکات خودم رو روی 4 قرار میدم که کل کیوب من به 4 قسمت تقسیم میشه. بعد میام یکی یکی بیس هایی که میخوام تغییر ایجاد کنم رو انتخاب. طبیعتا هر عددی مخالفش باید عدد بزرگتری قرار بگیره. پس من این تیکر رو خیلی سریع انجام میدم، میچرخم. من تعداد فیس های خودم رو انتخاب کردم. برای اینکه بخوایم به اینها عمق بدیم من از میانبر آی استفاده میکنم، کمی زوم میکنم به سمت داخل، کلیک میکنم و عدد تکنسش رو روی 8 میذارم. به نظرم عدد بهتریه. بعد همینجا کلیک راست میکنم و بعد پوک فیس رو میزنم و عدد پوک فیس خودم رو به عدد بالاتر یا منفی تغییر میدم که من توصیه میکنم مثلا 8 بذارید کافیه، هرچند خودتون خواستین. و بعد از اون میایم روی متریال، یک نیو متریال ایجاد میکنیم و اساین رو میزنیم. من میام روی نیو متریال یه نیو میزنم، حالا هر رنگ دوست داشتین اساین رو میزنیم که روش اعمال بشه. بعد از اون میام رو حالت مودیفایر، اد مودیفایر، جنریت و ساب دیویژن سرفیس رو میزنم. کمی کارم نرم‌تر بشه. این تموم شد. اینم از درست کردن یک تاس ما. برای اینکه بتونیم رنگش رو بزنیم این رو حالت شیدی و برمیگردم به این حالت و هر رنگی خاصی میدیم. برای درست کردن این بقیه موارد خودتون میتونید این کار رو انجام بدید. ممنون، خسته نباشید.